از بین همه خودروهای چینی که تا الان تو ایران اومدن، برند چانگان تونسته اعتماد بیشتری رو جذب کنه. چانگان ایدو، CS35 و CS55 و حالا یونیتی، خودروی با رخ زیبا و جذاب که با این پنجره بوردرلس مشبکیش دل خیلی‌ها رو قراره تو بازار ایران ببره. اما جزئیات در مورد یونیتی بمونه بعدن. اول بریم تو پیست یه نگاهی بهش بندازیم. قدرت موتورش 170 اسب بخوره، موتورش 1.5 لیتری TGDI و 300 نیوتن گشت‌آور داره. اما با توجه به اینکه رینگاش 20 اینچیه ولی هندلینگ خوبی به شما میده. پاتونو که رو گاز میذارین این شتابش خیلی جذابه و البته سر پیچا هم خوب رفتار میکنه و ESPش به موقع وارد مدار میشه. فضای داخلی یونیتی فضای خوبی، فرمان دیکار، صفحه نمایش بم پیوسته 10 و 25 اینچی، شارژ وایرلس، این دسته دنده جذابی که اینجا گذاشتن و البته امکانات دیگه‌ای که داره. مدلی که آرینا داره قرار وارد بازار ایران بکنه مدل مقرون به صفحه یا حالت اکونومی ترشه که تریم داخلیش تریم ساده ایه. در کل طراحی جذابیه و صندلی خوب و دربرگیرنده ایه. خب ما رفتیم توی پیست و دیدیم ماشین چیکاره است، اما چرا باید ما یونیتی بخریم؟ چون چانگان یونیتی یه رخ جذاب داره که قطعاً تو بازار خوب فروش میره. وارد کنندش هم شرکت آرینا درایو که سابقه خوبی توی تحویل خودرو و البته خدمات پس از فروشش داره. رنگ یونیتی از نظر امکانات ایمنی هم خوبه. دوربین 360 درجه داره، کروز کنترل داره، دوربین ثبت وقایع داره و سیستم های هشدارهای رادار خطخوان، کتفان رادار خطخوان خوبی هم داره و نقطه کور رو هم داره.